این صحنه‌ای است که هیچ کس دوست نداره ببینه. آتش سوزی در یک آپارتمان پرجمعیت در نورت ونکوور که بسیاری از هموطنان ایرانی ما ساکن این ساختمان بودند. امشب با نورا محمدیون ساکن قبلی این ساختمان گفتگو می‌کنیم که این روزها به خاطر آتش سوزی در هتل زندگی می‌کنه. درود به شما عزیزان، شراره سلطانی هستم با مهمان عزیزمون خانم نورای محمدیون. نورا جان سلام، حالت چطور عزیزم؟ سلام شری جان، خیلی خوشحال هستم از اینکه این فرصت پیش اومده که روی ما شما رو از اینجا ببینم. خدا رو شکر خوب هستیم و تلاش برای بهتر شدن. حالا این آرامشی که الان در تو هستش پس از طوفانه یا قبل از طوفانه؟ طوفانی که از سر گذشت، طوفان‌هایی که از سر گذشت، ولی خب همیشه جای شکر و امیدش باقیه که برای طوفان‌های بعدی احتمالاً مهیاتر میکنه، ما رو قوی‌تر میشیم. آره متوجه هستم. به هر حال دوستان، آتش سوزی شد در منطقه نورت ونکوور در اینترنشنال پلازا در مرین درایو و نورای عزیز ساکن یکی از این یونیت هایی بود که در این آپارتمان بود، ولی خوشبختانه آپارتمان یونیت ایشون نسوختش، ولی یونیتی که سوخته شد اثری گذاشت که دوستان زیادی بی خانمان بشن و برن توی شلترهایی که بهشون داده شد. حالا بیشتر با هم دیگه در مورد این موضوع صحبت میکنیم. چی شد نورا جان این آتش سوزی انجام شد؟ یعنی چه اتفاقی افتاد اول و شما چطوری فهمیدید؟ من والا دقیقا خونه بودم، تو اتاق خودم مشغول انجام کارام بودم و یه هدفون موزیکم روی در واقع تو حال خودم تو دنیا موزیک داشتم، واسه خودم کارهای هنریمو میکردم و از بوی آتیش من متوجه آتیش شدم. متاسفانه که از صدای آلارم خیلی، چون صدای آلارم خیلی قوی نبود، ولی از بوی آتیش متوجه شدم که اتفاقاتی داره میفته تو ساختمون و رفتم به سمت در ورودی یا در خروجی. وقتی در خروجی باز کردم دود خیلی زیادی وارد خونه شد و حالا یونیت روبروی ما که یونیتی بود که توی آتش داشت میسوخت، مادر بزرگ این خانواده و نوه‌اش حالا توی بغلش جلوی در واسطه بودن. ببخشید گفتی یونیت روبرو، یعنی یونیت روبرو شما دقیقاً طبقه 18 هم بودی و روبروی یونیت روبروی شما سوختش و شما بو رو احساس کردید. عجب. کاملا. بله خب بگو عزیزم، گوشم. بعد مادر بزرگ با بچهش با نوه‌اش واسطه بود جلوی در خونهشون که و راهرو پر دود بود. وقتی من پرسیدم چه خبره، دود از کجاست، آتیش از کجاست، گفت نمیدونم، بنده خدا حالت شوک شده بود انگاری. و توی راهرو همسایه‌ها بالاخره سر صدا کرده بودن، ترسیده بودن. یه خانم طبقه پایین ما بود با بچه و گربه‌اش اومده بود بالا ببینه آتیش از چه خبره و اینها. خلاصه پنیک کرده بودن همه و تنها کاری که تونستم بکنم احساس کردم که این هوا واسه این جمعیت کهنسال خوب نیست و سعی کردیم همه رو به سمت اگزیت راهنمایی بکنیم و چون طبقه 18 بودیم و پله‌ها خیلی زیاد بود، من تمام کاری که دستم برام میومد این بودش که این جمعیت رو بتونم هدایت کنم. گربه رو گرفتم دستم، بچه همین یکی دستم، مامانم داشت پشت سر من خیلی داد میزد و خیلی در واقع ترسیده بود و بهش میگفتم فقط آروم باش، هر یک ثانیه یه قدم. یاد ارتش افتاد تو روزهای سخت به سربازا میگن که شما باید ادامه بدید، به هر قیمتی که شده خودتون نجات بدید. و خدا رحم کرد، در واقع ما تو اون پراپل از 18 طبقه گیر نکردیم و تونستیم خودمون برسونیم پایین. اون جمعیت با هم دیگه وقتی که از در اومدیم بیرون، یه تیکه آتیش از پنجره که در حال خورد شدن بود دقیقاً از روی سر من افتاد جلوی پام و وقتی
من دیدم اصلا دستم اومد که فاجعه است. این فقط یه آتش سوزی ساده نیست که با نیم ساعت فایر آلارم برگردیم خونه هامون. گفتم این فاجعه است و سریعا همه آدما رو به یک نقطه امنی بردیم. ولی خب خوشبختانه گروه آتش‌نشانی فکر می‌کنم با اختلاف زمان خیلی کمی تونستن بیان. حالا من همیشه به جونشون دعا میکنم، میگم خدا اینا رو برای ما حفظ بکنه. شغلشون خیلی کارشون طبقه 18 از جایی که دسترسی نداشت آسانسور کار نمیکرد و اینو باید خیلی سریع 18 طبقه رو میرفتن بالا، آتیش زبونه کشید و طبقه 19 کشید و شیشه های طبقه 19 خورد شد، همینطوری جاش میرفت بالا و این یه حجم ترسناکی از شعله‌های آتیش رو تو داری میبینی و خونه تو اونجاست. و حالا یه سری آدم هنوز سی بیلدینگ بودن، به فایر آلارم گوش نداده بودن متاسفانه، یه سریش هم فیلم میگرفتن متاسفانه. ولی خب خدا به قول بچه‌ها میگن، به من میگن که تو عمرت به دنیاست، مثل دو تا چالش بزرگ پشت سر گذاشتی، حالا اومدی از این آتیش هم جون سالم به در بردی. با اینکه یونیت روبرویی بودی، من میتونستم اونجا بشینم اصلا متوجه آتیش نشم، هدفون رو گوشم بود. هدفون رو گوشت بود. خیلی عجب. خدا واقعا شانس آوردی. ببینم اینوستیگیشن شد که مثلا این آتش سوزی برای چی به وجود اومدش، اصلا چه اتفاقی افتاد؟ حقیقتا من نپرسیدم، ولی از پرسش‌های بقیه میشیدم که میگفتن مثل که اتصال آتیش، سیم آتیش از پشت مبل خونه بوده، یکی میگفت هیتر برقی بوده. من آخرش متوجه نشدم و روم هم نمیشد بپرسم، چون انقدر همه تو فشار و شوک بودن، بعضی دنبال مقصر میگشتن تو اون شرایط. ولی من خودم شاک بودم، اصلا اعضای همه بیلدینگ و خودم هم شوک بودم، اصلا به این فکر نمی‌کردم دلیلش چیه، فقط به این فکر می‌کردم امیدوارم آسیب اونقدری نباشه ساختمون نریزه، چون خیلی بد. بله، حالا یه سری تصاویر داریم که اون تصاویر رو هم نشون میدیم حتما. من شنیدم که ایرانیای زیادی در اون ساختمون زندگی میکنن و حتی من یکی از دوستان خودم هم در اون ساختمون زندگی میکنه و وقتی من دیدم و این در واقع این آتش سوزی رو دیدم، خیلی خودم وحشت کردم، چون واقعا یه چیز ساده‌ای نبود، یا آتش معمولی نبود، انگاری که منفجر شده بود اون و پنجره در واقع شکسته بود، شیشه هاش همه شکسته بود، بالکنش آتیش و این روی در واقع طرف رو به دریا بوده، ساختمانی که ویوی دریا رو داره، درست میگم؟ اوشن ویو داره. یونیتی که تو آیتی سوخت متاسفانه به سمت خیابون بود، یونیت ما رو به دریا بود، یعنی ما رو به روی اون بودیم، اوشن رو داشتیم. اوشن داشت. حالا اونی که رو به ساختمون بود، اتفاقی که میفته اینه که خب طبقات دیگه هم اثر در واقع این آتش سوزی رو میبینن دیگه. من شنیدم که از طبقه 19 20 و 17 و 16 آسیب دیدن به خاطر حالا آب و مسائلی که اتفاق افتاده، حتی نتونستن وارد یونیتشون بشن، نتونستن وسایلشون رو بردارن، یه سری با دمپایی اصلا اومدن پایین، یه سری با رب اومدن پایین، با رب لباس خونه اومدن پایین و نتونستن که یه سری از وسایل خودشون رو نجات بدن و بیارن. تو چی تونستی با خودت بیاری؟ حقیقتا من منتظر تماس دوستم بودم که میخواستم برم خونه دوستم، تقریبا آماده، یعنی یه دامن پام بود، یه دونه تیشرت، و منتظر بودم که دوستم زنگ بزنه که لباس زمستونی بپوشم بیام بیرون. و وقتی که صدای فایر آلارم رو شنیدم و اون بوی دود رو احساس کردم، فقط تنها چیزایی که به ذهنم رسید اینه که پاسپورتتو بگیر، و تسبیحی که مامانم بهم داده که گردنمه روی میز بود و به اضافه موبایلم، و اینا رو من گرفتم و اومدم پایین و گفتم این فایر آلارم تو تموم میشه دیگه، مثل همیشه مثلا فایر آلارم اینطوریه که شما نیم ساعت بعد دوباره سر جاتی. و اومدم یعنی حتی کارتای بانکی یا به قول شما حالا بخوام لباس مهیایی بپوشم، حتی یه بارونی داشتم همون پوشیدم رو، گفتم تمومه دیگه، زود برمیگردیم دیگه. از اون تقریبا 12 روز پیش هر چی به ما رسید از لباس یا هر چیز دیگه، به خاطر اینکه دیگه دسترسی نداشتیم به وسیله هامون، مجبور شدیم که دوباره چه تاریخی این اتفاق افتاد؟ دقیقاً هفته پیش بود دیگه، درست میگم؟ 11 روز حالا بچه‌ها میگفتن که امروز روزی هستش که انرژی زمین خیلی بالاست، امروز نوامبر 11 بوده، یا نوامبر 11. عجب.
ببین برای من خیلی مهمه، چون ما اینجا توی ونکوور، حالا نورت ونکوور یا هر لوکیشنی که در بی سی زندگی میکنیم، باید حتما اگه که رنت میکنی یا حتی خرید کردی اون یونیت رو، باید یه اینشورنسی داشته باشی برای خونت. حالا میتونه اکسیدنتال اینشورنس باشه، نمیدونم فایر هازارد باشه، یا مثلا هر اتفاقی. شما این اینشورنس رو داشتید یا اینکه بیلدینگ در واقع این اینشورنس رو پروواید کرد؟ به چه صورت بود؟ من اول از همه که تازه 1 ماه بود وارد این بیلدینگ شده بودم و من یک روم از یک خونه رو از یک خانم ایرانی رنت کرده بودم و متاسفانه ازشون نپرسیدم درباره اینشورنس که آیا اینشورنس داری یا این بیلدینگ داری یا وسایل خونه هستن کاور کنه. و یعنی من رنت ماه اولم رو دادم همون چند روز قبل از آتش سوزی و یعنی دقیقاً تازه موو کرده بودی تو این خونه و این اتفاق افتاد. عجب. وقتی هم اتفاق افتاد، من از اون بنده خدا، یعنی لندلورد من، خودش احساس میکردم انقدر بدتر، چون اون 2 سال و سال و نیم بود اونجا زندگی کرده بود، چندین بار خواسته بود اینشورنس بگیره ولی پروسش توی وبسایت مثلا خیلی سخت بوده براش، نتونسته پروندهشو کامل کنه، به هر دلیلی نتونسته بود بیمه بکنه. و بیلدینگ هم فکر میکنم یه بیمه عمومی، حالا حالت عمومی طور داشت که از همون احتمالاً اینشورنسی که ساختمون داشته تونستن بهتر بدن برای 2 هفته بعد از آتش سوزی که ما اینجا در واقع تو این هتل هستیم، از 2 هفته، از 10 روز پیش تا 4 روز بعدش در واقع. یعنی تا 27 ماه نوامبر شما در هتل رو خودتون پول هزینه‌شو میدید یا اینکه خود اینا پروواید کردن، یعنی برای شما جایی که بمونید رو؟ ما همون شبی که آتش سوزی شد، یه گروهی بود به اسم امرجنسی منیجمنت، یا در واقع مثل ارگانیزیشنی که گاورمنت اونا رو ساپورت میکرد، اونا اومدن از ما اطلاعات گرفتن و ما فرم‌های پر کردیم و بهمون در واقع یه اپلیکیشنی گفتن نصب کردیم و بهمون یه سری امکانات دادن. مثلا گفتن که شما برای 2 هفته، اول که گفتن اگه میتونید از دوستا آشنایان بخوان که باهاشون بمونید، بعد که دیدم هر واژه زیاده، تعداد آدمای زیادی تو خانمان هستن، آدم نمیتونن تا مدت زمان نامعلوم خونه دوستانشون بمونن و اون آرامش به قول معروف نداری، تصمیم گرفتن که به ما هتل بدن. 2 روز بعدش به ما زنگ زدن و گفتن ما برای همتون هتل گرفتیم با هزینه خودشون. و دیگه اون، یعنی شما 2 روز خونه نداشتید و بعد از 2 روز وارد هتل شدید یا اینکه نه اصلا؟ جان بله، من فکر میکنم مثل که از همون شب اول میشد هتل گرفت، ولی ما یه دوست خیلی خوب داشتیم که استاد موسیقی منم بود، همین نزدیک ما، همسایه‌مون بود. وقتی فهمید ما این شکلی هستیم گفت اصلا حق ندارید برید هتل. مثلا اون مهمون نوازی قشنگ رفتیم اونجا بودیم ولی از شب بعدش دوباره اومدیم وارد سیستم هتل و این سیستم شد. پس این رو در واقع خود ساختمون اینترنشنال پلازا که زندگی میکنیم پروواید کرده بود یا یه جورایی دولت هم اینوالو بود؟ یعنی دولت در واقع، چون امرجنسی منیجمنت سامثینگ که همچین اسمی داشتش، حالا کارتش اینجا جلوی چشم هستش اتفاقا، NSEM اسم ارگانیزیشنی بودش که ما رو ساپورت کرد در واقع تو این داستان. ساپورت کردن. بعد از لحاظ گروشریز و اینا که نه، فقط همین مسکن بهتون دادن؟ آره مسکن، و گفتن بهمون که اگر خب غذا بخواید به ما یه سری کارتای ریفرال نامه، ریفرال لتر دادن که ما اینا رو ببریم فود بانک و غذا بده. چند نفر میدونی، اطلاع داری که چند نفر در واقع در این آتش سوزی بی خانمان شدن؟ چون حداقل میدونم هر یونیتی 8 تا، تو هر در واقع فلوری 8 تا یونیت وجود داره و 3 طبقه، حالا بگو یا 4 طبقهش هم که انجا، یعنی خیلی ها بی خانمان شدن. یا اطلاع داری دقیقاً آمارشو؟ آمار دقیق عدد بخوام بگم نمیدونم، ولی دوستان و آدم‌هایی رو می‌دیدم که خیلی مشکل زبانم داشتن، می‌خواستن بیان اینجا با منیجر صحبت کنن یا با بچه‌های فایر دیپارتمنت صحبت کنن، از من کمک می‌گرفتن یا من خودم می‌رفتم میگفتم هر کاری با اینا دارید اگر قرار امکاناتی بهشون داده بشه من میتونم انگلیسی صحبت کنم. و اینم چون اکثرا دانش زبان ساکنین ساختمون خیلی قوی نبود، من همینطوری با خیلی دوست شدم و فهمیدم زیادی هستن، یعنی حداقل میدونم 26 27 خانواده از طبقه 17 18 19 رسما خونه هاشون رو از دست دادن. بقیه طبقات دسترسی داشتن به وسیله هاشون ولی تو خونه نمیتونستن بمونن، باید میگرفتن و میمدن توی هتل یا جایی. آخه چون آبم یعنی اون آتش سوزی، اول به من بگو که چقدر طول کشید تا آتیش رو خاموش کنن و چند تا در واقع
لول تو آب قرار گرفتن، یعنی چند تا طبقه تو آب قرار گرفتن. من فکر میکنم خاموش کردن آتیش شاید 20-25 دقیقه بیشتر طول نکشید، یعنی بازم خیلیه 20-25 دقیقه برای یه آتش سوزی، خیلی باز زیاده. ذهن من این آتیش رو که میدیدم میگفتم اینا معجزه کردن. یعنی من رفته بودم با رئیسش حرف می‌زدم برای تشکر، گفتم معجزه شد شما هستید اینجا، اگر نه ممکن بود ساختمون بتره که اصلا. یعنی خیلی ترسناک بود شعله‌های آتیش رو که میدیدی و طبقه‌ای که به خاطر واتر دمیج آسیب دیده باشن، همون طبقه 18 قطعا 17 حتی میگفتن تا 14 آب رفته توی سری از یونیت ها و درگیر، یعنی بعد اون 14 هم طبقهشو خالی کنه چون میخوان اینها رو دوباره بکوبن نو بسازن که قارچ و به قول معروف این چیزا توی دیوار واسه مولدینگ و اینا. نه من شنیدم که یه سری از خونه ها اینقدر که آب گرفته که واقعا نمیتونستن که وسایل خودشون رو نجات بدن و چیز کنن، یعنی یه سری ها واقعا اینقدر آب شدید بوده که دیگه در واقع یه جورایی آب همه جا رو ورداشته بوده، ولی یه سریا خب تونستن ولی نمیتونن برگردن تون، یعنی همون 27 نوامبر هم که شما میخواین برگردین برین خونه هاتون، اون 27 نوامبر هم شما در واقع باز باید برین توی یک یونیت دیگه ای، یعنی نمیتونید برگردین توی یونیتی که خالی بوده، شما رو میفرستن اونجا تا یونیت اصلی خودتون درست بشه. درست میگم؟ بله درست میگید. یونیت هایی که دچار خسارت شدن، اول از همه که هر کسی که تو یونیتش آب بود با یه سری مکنده های آبا رو خالی کرده بودن و به قول معروف سعی کردن تو حالت سیف به آدم ها اجازه ورود بدن. هیچ کس اجازه ورود به اون ساختمون، اون چند طبقه، اصلا اون ساختمون رو تا 3 روز اون طبقات رو تا همین الان کسی اجازه ورود نداره و اونجا سرباز واقعا سکیوریتی گذاشتن، چندین تا سکیوریتی این و اون و تو آسانسور، و قرار شد به ازای ساختمون یونیتی که طرف از دست داده یه یونیت دیگه توی قسمت دیگه بهش بدن با همون رنت قبلی که طرف دچار زیانه مثلا رنتی و این چیزا نشه، فقط همین هست. ولی حالا فورشور دقیقاً 27 نوامبر همه چیز برمیگرده تو روال عادی و شماها برمیگردید تو زندگی خودتون. البته میدونم یونیت خودتون نخواهد بود ولی برمیگردید توی اون یونیتی که باید باشی، یعنی قرار بهتون بدن دیگه فورشور این، یعنی اتفاق دیگه نخواهد افتاد. من چون روممیت بودم در واقع و قراردادم و تازه هنوز امضا نکرده بودیم، ما قرار بود شبا همون هولوش بشینیم با هم یه قرارداد امضا بکنیم، این اتفاق شامل حال من نمیشه، یعنی من باید دوباره دنبال جا باشم واسه خودم. ولی یعنی تو نمیتونی برگردی توی اون، چون باید یه جای دیگه برای خودت پیدا کنی. تا 27 من بیشتر وقت نداری. من فکر میکنم بعضی اوقات میگم متاسفانه، بعضی اوقات میگم خوشبختانه به اون ساختمون راه بازگشتی ندارم و حالا همخونه من که یونیت توی ساختمون بغلش یونیت گرفته، بهش گفتن حداقل 8 یا 9 دیسمبر تو میتونی احتمالاً مووین بکنی به ساختمون جدیدت، خونه جدیدت. خب این خیلی اثر مهمیه تو زندگی تو افتاده با شرایطی که من میدونم تو این شرایط برات سخته. حالا اگه اشکالی نداشته باشه یکم در مورد مریضیت میشه صحبت بکنیم، در مورد بیماریت یکم صحبت کنیم تا برسیم ببینیم چه شرایطی رو تو الان داری در واقع به همین آرامشی که داری قبول میکنی. بله حتما. خب من وقتی که وارد در واقع مرحله جدید از زندگیم توی کانادا شدم، خیلی همونطور که توی ایران خیلی اکتیو و فعال بودم، اینجا هم همونطوری داشتم به قول بچه‌ها با صورت توربو زندگیمو پیش می‌بردم. درسمو خوندم، فارغ التحصیل شدم، اجازه کار گرفتم، الانم استاتوسم روی اوپن ورک پرمیت هست. شروع کرده بودم به کار، ورزش، زندگی، با چریتی‌ها خیلی زیادی همکاری می‌کردم، سعی می‌کردم اون سختی‌هایی که اولین روزهایی که اومدم اینجا به عنوان حالا یا دانشجو که از غریبه رو اون محیط رو برای کسایی که مثل خودم تو شرایط مشابه هستن دوستانه بکنم. اینو از این جهت دارم میگم که در تمام عمر حتی اگه وقت خالی می‌داشتم مدام در حال کمک کردن به این اون بودم که بتونیم با همدیگه زندگی جمعی خیلی خوبی رو توی این کشور در واقع جدید تجربه کنیم. و حدود 11 ماه پیش حدوداً وقتی که داشتم ورزش می‌کردم متوجه میشم که بدنم یه ریاکشن غیر طبیعی توی قسمت قفسه سینه‌ام داشت و یکم برام عجیب بود چرا اینطوری داره میشه و وقتی که رفتم امرجنسی کلینیک
اولین بار دکتر فقط یه نگاه عمومی به من کرد و گفت هیچ نیست، تو ماشاءالله به این سرحالی، میگه از ورزش اومدی تازه، قطعا هیچ نیست، فقط فکر و خیاله، برو خونه. ولی من میدونستم یه چیزایی هستش. اینو بهش گفتم اگه میشه منو ریفر کنی دکتر دیگه، اگه خودت نمیخوای منو معاینه بکنی. و قبول نمی‌کرد، میگفت هیچ نیست. من از اون انکار، از من اصرار. و بهش گفتم آقا ازت خواهش میکنم، من اینجا میخوام اگر مسئله و مشکلی هم هست جلوش گرفته بشه، بذار خیال من راحت شه. و منو ریفر کرد لاینزگیت هاسپیتال. وقتی که رفتم اونجا اولتراساوند انجام دادن که سونوگرافی میشه، سونوگرافی خودمون میشه. وقتی که انجام دادن دکتر سونوگرافی که میکرد گفتش که آره مثل که چیز کوچولی مثلا هستش و گفت بذار بقیه بدن تمام. بعد زیر بغل منو معاینه کرد، دور سینه رو معاینه کرد و گفت چیزی کوچولو کوچولو دارم میبینم و نمیدونم چیه، باید از اونها بایوپسی کنیم. درجا منو فرستادن برای بایوپسی که کردن، بعد بردنم ام آر آی، بعد ماموگرام و تموم این آزمایش‌ها توی 5 ساعت. من تو بیمارستان بودم، یعنی من مرخصی گرفتم از سر کارم که برم واسه یک اولتراساوند ساده 5 ساعت و نیم زیر در واقع دست دکتر، از این دکتر به اون دکتر دیگه. انقدر بهم آیوی زده بودن و سرم مختلف و بیوپسی در حرفا. بهم گفتم ما بهت ریپورتتو میدیم و بعد از 2 هفته دکتری که دکتر خانوادگیم بود بهم زنگ زد و گفتش میخوام باهات صحبت کنم. منم سر کار خیلی خوشحال بودم که حتما میخواد بگه که مثلا به نهایتا مکمل باید اضافه کنی و غذا خوردنه. رفتم آفیسش و بهم گفتش آره نورایی مسئله جدی برای تو اتفاق افتاده و متاسفانه دچار کنسر هستی و استیج 4 و این متاستاز کرده و زده به ناحیه‌های مختلف بدن، مثل همین غدد لنفاوید رو درگیر کرده. و وقتی که چی هستش نورا جان؟ برست کنسر استیج 4 و متاستاز به غدد لنفاوی زیر بغل. و اون لحظه که اینو به من گفت من یعنی شوک نشدم حقیقتا، چون احساس میکردم واسه هر مسئله راهکاری وجود داره. از روحیه مثبتت اینو متوجهم، واقعا تحسینت میکنم. یه روحیه خیلی مثبتی داری. حتی در مورد این آتش سوزی خیلی ناراحت بودن، خیلی صحبت میکردن، غمگین بودن و ناراحت بودن، ولی وقتی من با تو صحبت کردم با یه روحیه مثبتی در مورد زندگی صحبت میکنی. آتش سوزی جزء واقعا کوچیکی بود که تو زندگی تو اتفاق افتاد نسبت به کنسری که فهمیدی و داری و این اثری که گذاشت روی تو. در واقع آتش سوزی دنباله این ماجرا بود. خب منو خیلی ناراحت کرد و گفتم با تو صحبتی بکنم و با هم دیگه یک درد دل تلویزیونی داشته باشیم. خب وقتی که استیج تو فهمیدی بعد چی شد؟ وارد در واقع تراپی های مختلف شدی؟ لحظه اولش که من حدود 2 ماه و نیم چون اینجا تنها زندگی میکنم و جرأتش رو نداشتم به کسی در مورد چالشم بگم. یعنی دکترم بهم گفت با 1 نفر باید بیای که من این خبر رو بهت میخوام بدم. من دوستای خیلی خوب و زیادی دارم اینجا، ولی همش اینطوری بودم که هر کسی زندگیش دچار چالشه، چرا بخوام چالش من اضافه بشه به اون. اول از همه به خودشون گفتم که اوکی پله بعدی چیه یا درمان چیه و به من گفتن که شیمی درمانی همون اول، ولی قبلش باید ببری تو جراح تو معاینه اگه به جراحی نیاز داری. به من بهش گفتم 100% من شیمی درمانی نمی‌کنم، یعنی هر جور بشه نمیخوام. من تازه تصمیم گرفته بودم بعد از 10 سال موهامو بلند کنم، موهام به اینجا رسیده بود و میگفتم عکسای موهای بلندت هم دیده بودم توی اینستاگرام و این برای من یک هدف مقدس بود، چون همیشه مامانم تو بذار بلند شه، موهاتو ببافم برات فلان، و آرزوی من بود که دست مامانم بخوره به موهای بلند من. و حالا یهو خوردم اجباری به یک برگریزون اجباری به قول گفتنی. و دیگه دکترم گفت، سرجن که معاینه کرد گفت خوشبختانه نیاز به جراحی نداری، ولی این چیز کوچیکی که توی سینه تو هستش خیلی اگریسیو هستش و داره سریع پیشرفت میکنه، باید زودتر شیمی درمانی رو شروع کنی. و من چاره‌ای نداشتم. شیمی درمانی هم که گذاشتم. یه 2 ماه و نیم گذشت. وقتی که دیگه موهام حالا ریخت تازه جرأت پیدا کردم به خانواده‌ام بگم. اونم یکی از دوستای خیلی خوبم که خودش دچار کنسر بود به من این جرأت رو داد که با خانواده‌ام حرف بزنم. یه دوست خوب کانادایی دیگه داشتم، اونم کنارم بود و این دوتا به من این جرأت و قدرت رو دادن که با خانواده‌ام روبرو بشم و بهشون بگم که یه جوری هنوز الان بهش فکر میکنم خیلی احساساتی میشم
چون من یه جوری انرژی مثبت و عامل امید و انگیزه کم نیاوردم بودم و حالا بعد بهشون میگفتم دچار کنسر و در میگفت از کجا در اومد اصلا این کنسر، چرا تو مثلا. اونم تو الان برای خودت ناراحت نیستی به خاطر اینکه داری در مورد اونا صحبت میکنی و با خودت میگی من این خبر رو چجوری بعد به اونا میگفتم و الانم به خاطر اونها بود که ناراحتی. من واقعا نمیدونم چی بگم، واقعا همینی که بهت میگم، تحسینت میکنم در این شرایطی که هستی و انقدر مثبت فکر میکنی. مامانینا چی فکر کردن وقتی بهشون گفتی؟ خب خیلی سخت بود، یعنی من وقتی که میگفتم با لبخند میگفتم آره ولی خدا رو شکر کنین تو کشور خوبی هستم، درمان وجود داره. سعی میکردم با چیزهای مثبت، روهای مثبت کنار این همه چالش رو بیشتر بولد کنم و همه ماجرا رو هم دقیق بهشون نگفتم. حقیقتا میگم من راست گفتم ولی همه راست رو نگفتم بهشون و منظورم از سختی هام نگفتم بهشون شیمی درمانی چقدر داره سخت میذاره، یا نگفتم بهشون که دلتنگی مثلا داره خیلی اذیت میکنه، نگفتم بهشون که مثلا بوی یا دست مامانم یا آغوش بابام برای من شده آرزو الان و فقط دلم میخواد زودتر خوب شم و برگردم ایران و دیگه با خانواده‌ام باشم. من دیگه هیچ وقت اهمیت نداره، انگاری تونل تاریکی شیمی درمانی و من یه چیزهایی رو روشن کرد و توی این تاریکی من فهمیدم که از زندگی چی میخوام. با اینکه زندگی خیلی پروداکتیو و خیلی اکتیو داشتم و 7 سال به عنوان داوطلب سفر میکردم با کوله با دوچرخه با همه چی تو ترکیه، همش به مردم کمک کنم، حال خوب بدم، انرژی خوب بدم، نور بشم تو شبای تاریکشون و افتخار میکنم به مسیری که گذروندم. احساس کردم زندگی اینجا توی تونل شیمی درمانی داره به من نشون میده که نورایک الان وقت مراقبت از خودته و استاپ کرد منو. یعنی من داشتم تون میرفتم دوباره واسه پله‌های بعدی، ولی کنسر که اتفاق افتاد منو استاپ کرد و چشم رو روی چیزهای دیگه ای باز کرد، روی خودم مخصوصا و قدرتی که خدا به من بخشید تا بتونم از پس این چالش به این سختی به تنهایی یا با کمک خودش و هلسکر تیم، دکترها، من همیشه میگم اینو فرشتای خدا روی زمین. از اونورم میگفتم هر دفعه دکترام میدم میگفتم امیدوارم دیگه نبینم، دفعه آخرم باشه که میبینم، امیدوارم بیمارستانا خالی بشه از آدم، شما برید فقط ریسرچ کنید، امیدوارم هیچ وقت دیگه کسی پاش نرسه بیمارستان واسه یه درمان، ان شاءالله که در بیماری‌ها همه خوب بشه. یعنی میدونی رو کرده تو خیلی قشنگ میفهممت. ببین من سالیان سال مجری برنامه‌های تلویزیونی هستم، این اولین باره که تو صحنه دارم اشک میریزم، ولی این رو میخوام بهت بگم که من اشکی که میریزم این اشکیه که نه به خاطر این که حالت سیمپاتی دارم، نه، فقط به خاطر اینه که میخوام واقعا این تحسین کنم این روحیه تو رو، این شهامت تو رو و اینکه الان هم این اتفاق افتاده، آتش سوزی شده و تو با این شرایطی که داری بایستی شیمی درمانی تو بری. چون من وقتی به زنگ زدم گفتم که نورا جان کی وقت داری با هم دیگه اینترویو کنیم، گفتی که میشه قبل از شیمی درمانی باشه چون بعدش که من شیمی درمانی کنم چند روز حالم بده و این چند روز حالم بده تو در هتل هستی و در خونه خودت به سر نمیبری و تازه بعدش هم باید فکر کنی که کجا میخوای بری بعد از اون، یعنی چه خونه ای رو میخوای بری. هنوز اون شلتر یا اون خونه یا اون جایی رو که خودت احساس کنی که بهش بگی خونه رو پیدا نکردی. یکم در مورد این اثری که روی تو گذاشت آتش سوزی و اینکه حالا تو باید شیمی درمانی بری و میدونم که هنرمندم هستی، کارهای نقاشی بسیار قشنگی رو میکنی. در این شرایط هایی که الان برای زندگی تو پیش اومده چجوری به هنرت میرسی، به کارهای دیگت میرسی؟ چون در حال حاضر مثل این که کار نمی کنی ها. یکم در مورد اون بگو. سوالای بامزه و قشنگی بود. عرضم به خدمتت که من موقعی که شیمی درمانی رو شروع کردم برای اینکه به قول گفتن جون کار کردن نمیمون برام، از کارم استفاده دادم. توی ISS of PC کار میکردم، به مهاجرا کمک میکردیم برای داشتن زندگی بهتر توی کانادا. مجبور شدم که اونجا رو استعفا بدم. شیمی درمانی که شروع شد دیگه من روی EI بودم
و تا EI منم برای 6 ماه اپروف شد و همین ماه پیش تموم شد. بعد من توی این فرصت توی دوران شیمی درمانی دوباره به هنرم پناه بردم و از طریق هنر آرتراپی که درسش رو خونده بودم، چون بک‌گراند من هنره، گرافیک و فلسفه هنر و آرتراپی و اینها، سعی کردم یه دستی به سر روح خودم با هنرم بکشم و کلی آثار خیلی قشنگ تولید کردم و همیشه به خودم میگفتم روزی که خوب میشم و تموم میشه و جشن سلامتیمو میگیرم این آثار رو به نمایش میذارم و بقیه میگم توی این تونل تاریکی که من بودم تونستم این اثرات رو خلق کنم. به قول خودم من میگم شاهکارهای تاریکی. اگه تو اون تاریکی نمیبودم واقعا شاید این همه نور و انرژی و عشقی که توی کارهای من هست شاید اونقدر نمیدونم. یادت باشه یه سری از اون آثارات برای من بفرستی که من به بینندگان عزیزمونم نشون بدم حتما. با افتخار حتما این کار میکنم. و الانم که دیگه بعد از این آتش سوزی حقیقتا برای من آتش سوزی، حالا من این جمله یه بار دیگه گفتم ولی نمیخواستم بگم، چون من همیشه اعتقاد دارم زندگی از من همیشه حمایت کرده، چون من از زندگی حمایت کردم، همیشه عاشق زندگی بودم، عاشق بودم که هر با هم دیگه حالمون خوب باشه، شاد باشیم، زندگی رو به رشدی داشته باشیم. ولی حقیقتا آتش سوزی مثل چک دوم بود برای من. یعنی من خل سلاح توی آتش سوزی حتی وسیلاتم که از دست میدی من خل سلاح شدم. مثلا یه کوله داشتم که عاشقم بودم، باهاش میرفتم هایکینگ، موقعی که حتی حال نداشتم به خودم رو مجبور میکردم یگام توی طبیعت برم و این کوله رفیق من بود. مثلا 10 سالی من کوله رو داشتم یا چیزهای دیگه، ولی الان دسترسی به اونها هم دیگه ندارم. یعنی یه جوری از من همه چی دوباره گرفته شد. من گفتم اوکی نورامس که حتی همون اندک چیزی هم که باقی مونده بود و دوباره باید انگاری یاد بگیرم که از این آتش بشیم. و میگم اون چک اول، یکی چک دوم و چک دومو که خوردم دیگه نشستم یه جا گفتم بابا باشه من تسلیم. ولی من رو تو کم بکنم. نه شما باید روی این زندگی رو کم بکنی که نذاری که شما تسلیم نشی هیچ وقت. و با این روحیه‌ای که داری من مطمئنم که از این هم میگذری و ما بعدا میشنویم که نورا حالش خیلی خوب شده، فعالیت‌های اجتماعیش دوباره شروع شده و کارهای هنری میکنه و قول میده که یه آرت گالری خیلی قشنگ بزنه که تلویزیون پروازم بره از اون آرت گالری فیلم برداری کنه. آمین. این شیمی درمانیایی که میکنی آیا دولت به تو کمکی میکنه یا اینکه چون شما در واقع سیتیزن کانادا هنوز نیستی، درست میگم؟ فعلا استاتوسم ورک پرمیت، اوپن ورک پرمیت. بعد حمایت هایی هم میشی از طریق دولت یا اینکه نه خودت باید همه چیز متقبل بشی؟ خب لحاظ داروی شیمی درمانی همه به خاطر MSP و اون پولایی که از زمان دانشجویی ما هر ماه $70 واسه MSP پول میدادیم و چون MSP من اکتیو بود خدا رو شکر همون موقع شروع شد به کاور شدن. یعنی همه هزینه‌های مدیکال اگزم ها شیمی درمانی کاور میشه، فقط یه سری داروهایی که اوور کانتر باید بگیری، مثلا $120 مثلا ماهانه، که اونم حالا EI کاور، یعنی با پول EI که میگرفتی میتونستی پرداخت بکنی و علاوه کاور هزینه دولت این کارو میکنه واسه کسایی که MSP داشته باشن. چه خوب. بعد ببینم اصلا وقتی که اینجا شما اومدی اقامت گرفتی یعنی زبان انگلیسیت هم خوب بود؟ از همون ایران یاد گرفته بودی یا بعد اون وقت چی شد اصلا از ایران اومدی؟ سوال خیلی خوبه، خیلی سوال خوبه. من عاشق جواب دادم به این سوالم، واسه که وقتی هم که اومدم خدا وقتی اومدم اینجا به عنوان سفر نگاه کردم به این اومدنم به کانادا، نه به عنوان مقصد برای ادامه زندگی. من توی ایران که بودم خب خیلی سال همونطور که بهتون گفتم سفر میکردم، معلم بودم، دانشگاه درس دادم، کلی همایش و ایونت برگزار میکردیم. حالا خیلی خوبی داشتم در کنار، به خاطر اینکه داشتم خدمتمو میکردم. من سفیر بچه‌های اسمی توی ایران بودم، سفیر امید بودم اونجا و داشتیم واسه بچه‌های اسمی مدرسه می‌خواستیم احداث بکنیم. تو چالو چولوهای بودیم که بالاخره برامون یه مقداری ایجاد می‌کرد دولت واسه اینکه هر فعالیت اجتماعی بشردوستانه یکم با چالش‌های بیشتری مواجهه توی ایران. و خیلی داشتم به قول معروف انرژیمو می‌ذاشتم. به قول مامانم میگفت خیلی زود تو زدی دیگه، بسه مثلا برو واسه خودت بکاری بکن.
و همه دوستان بهم میگفتن تو اگه انرژی که داری واسه بچهای اینجا میذاری بری مثلا یه کشور دیگه بذاری، گاورمنت اونجا ساپورتت میکنه. و چون من یه خواهرزاده دارم که تو کالیفرنیا، تو نیویورک زندگی میکردن اون موقع، و اون دلیل اصلی تمام فعالیت‌های من و خدمت بچه‌ها بود، به خودم گفتم بیام یه کاری کنم، اپلای کنم برای دانشگاه. یه دونم فشن، سستینبل فشن توی نیویورک پذیرش گرفتم، یه دونم از ترینیتی وسترن کانادا. پروسه ویزاها خیلی طول میکشید. برای امریکا تقریبا 1 سال طول میکشید، ولی برای کانادا من تو 3 ماه و نیم ویزامو گرفتم. ولی حقیقتا که ویزا گرفتم اصلا خوشحال نبودم، میگم وای به آرزوم رسیدم، نه، چون تو ایران هم داشتم کارامو میکردم، سخت بود، ولی تو مسیر رویاهام بودم خیلی. وقتی اومدم اینجا به استادم روز اول گفتم من میخوام برگردم ایران و مدرسه‌مو بسازم. من ایران کشوری هستش که من ترجیح میدم انرژیمو بهش در واقع تعلق خاطر دارم و میخوام انرژیمو براش مصرف بکنم. و همه بهم گفتن تو احتمالاً یه تختت کمه، یه جوری از غیر طبیعیه، همه دارن فرار میکنن. گفتم من نمیدونم، ولی من کارهایی اونجا واسه تمام کردم و انجام دادن دارم. این شد که خب بعضی موقع هم هستش که بعضی ها مثل تو فکر میکنن باید بمونن تا بتونن اون مملکت رو بسازن. و خب همینی که میگی، تو هم جزو کسانی بودی که میگفتی من باید بمونم تا یه مملکت بهتری بسازم. خب بگو، توی حرفات من یه دفعه یه چیزی میپره تو ذهنم دوست دارم که با تو شیر کنه. عزیزم بگو. آره، و این عشق و عشق و در واقع اون فرصت خدمت به هم نوع و اون احساس خوب اثرگذار بودن توی دنیا برای من توی ایران هم خیلی فرصتش مهیا بود بعد از اون همه سال کار داوطلبانه. و بعدش که اومدم اینجا با خودم گفتم اینجا میام یه فرصت مطالعاتی دارم، 2 سال درس میخونم، کار میکنم، با دلار درآمد دارم و با دستای قوی تر با به قول معروف چپ پرتر برمیگردم ایران، که دیگه دچار این کنسر و چپتر جدید زندگی و اینها میشم و مجبور میشم یکم بیشتر بمونم تا این فصل درمانم هم تموم بشه. درستو تموم کردی گفتی اینجا؟ درسم تموم شده و educational leadership خوندم اینجا، خوشبختانه رشته دانشگاه خوب، رشته خوب، و اجازه کارم من بلافاصله بعد از تحصیل گرفتم. یعنی میتونی تو قشنگ معلمی کنی و درس بدی و جاهای تو education سیستم شروع کنی به کار کردن. آره فکر میکنم یه چون من ایران هم بودم، بک‌گراند معلمی و دبیری داشتم، هم دانشگاه درس دادم هم مدرسه، ولی اینجا سرتیفیکیت های خاصی هم باز میخواد، یه سری استانداردهای دیگه ای داره که اون مقدار هزینه داشت برای من، تو اون زمان نتونستم بگیرم سرتیفیکیتاشو. الان تو چه شرایطی هستی؟ در حال حاضر بدون خونه، بدون جا و مسکن و با این شیمی درمانی و داروهای شیمی درمانی تو چه شرایطی هستی؟ از اونجا که به قول خودت اون روحیه مثبت، من همیشه میگم همیشه جای شکرش باقیه، ولی حقیقتا چند روز خیلی به فکرم یهو میزنه که داریم چیکار میکنیم تو زندگی، چه اتفاق افتاده، حالا من باید چیکار کنم. دیگه شروع کردم به درخواست کمک کردن. من یه ویدیو ضبط کردم توی دوستام توی فیسبوک پخش کردم، من حتی خودم نمیدونستم، و دیدم یهو اینستام داره پر میشه از پیامایی که از مردم میگیرم که همه تحت تاثیر قرار گرفتن، داستان من براشون خیلی هم الهام بخش بوده، هم ناراحت شدن، هم دلشون میخواد کمک کنن، نمیدونن چجوری. ولی وقتی تصمیم گرفتم درخواست کمک بکنم، احساس کردم روبرویی با این فشار خیلی برای من راحت تر شد و بازم احساس میکنم این هم حمایت خدا و زندگی از منه که هم آشنایی با شماها خودش یکی از همین دلایلی هستش که دارم میگم بهتون، چون من تازه اومدم نورسون، اصلا به کامیونیتی ایرانی نزدیک شدم. قبل از اون همش با کانادایی‌ها و هندی‌ها و کامیونیتی‌های مختلفی بودم، ایرانی اصلا دورم نبود. همون بود که خیلی هومسیک و دلتنگ بودم، ولی تو شیمی درمانی دوباره برگشتم به اصل خودم در واقع. ولی دغدغه خیلی مهمی که الان شاید در همین امروز 100 بار ذهن من درگیر کرد اینه که خب الان من 5 روز دیگه اینجا رو دارم و بعد از این بعد دنبال یه جای سیف باشم که بتونم ادامه درمانم برم. دکتر من آخرین باری که منو دید گفت لحاظ فیزیکالی تو خیلی خوب داری پیش میری، ولی منتالی ما کم نگرانت هستی، مخصوصا با این حجم از اتفاقایی که تو داری تحمل میکنی، لطفاً استرس لول خونتو باید بیاری پایین، آرامش داشته باشی. و من گفتم که تمام تلاشمو میکنم از خودم بهتر مراقبت کنم. حقیقتاً خب چالش داشتن یه جای امن و خوب
اولین چالش همه و بعدش هم این که انشالله دوباره بتونم برگردم به کار که این انرژی زندگی رو بتونم زندگی کنم به جایی که بخوام خیلی فکر خیال بکنم. البته من میدونم که دوستانی که برنامه ما رو میبینن الان دوستانی هستن که قدرت و توان این رو دارن که با شما تماس بگیرن و یک جای خوب و مناسبی رو که برای شرایط شما هست حتما برات پیدا بکنند که پیدا میشه. من مطمئنم و من این برنامه رو حتما در واقع زودتر پابلیشش میکنم، امشب پابلیشش میکنم و که دوستان زودتر این برنامه رو ببینن و بتونن که اون کمک رسانی هایی که شما بهش نیاز دارید رو بهت برسونن. درسته که آتش سوزی خیلی ها درش در واقع بودن و ایرانیان زیادی تو این آتش سوزی بودن و خیلی ها شرایط خیلی بدی هم ممکنه الان داشته باشن، ولی شرایطی که تو توش هستی فقط شرایط آتش سوزی و از دست دادن در واقع وسایلت، از دست دادن پرسونال آیتمات نبوده. شرایطی که توش هستی اون شرایط مریضیت هستش که بیشتر دشوار میکنه اینه که تو هستی. و من خودم به شخصه خیلی دوست داشتم که باهات صحبت کنم و بتونیم یک کمک رسانی خوبی رو برای تو ایجاد بکنیم. اگر نکته‌ای هست که دوست داری همین الان به بینندگان عزیز ما بگی، چون بینندگان ما زیاد هستن، از همه جا میبینن برنامه رو، مخصوصا خب ما در نورت ونکوور، وست ونکوور، در نورت شور هستن که میتونن این برنامه رو ببینن. اگه نکته‌ای هست که دوست داری در موردش صحبت بکنی حتما من به گوش هستم. قبل از هر چیزی اجازه بدیم به شما بگم من شما رو از کجا شناختم هستم. دقیقا همون پارسال شب 20 مارس که من بایوپسی کرده بودم دنبال یه جایی بودم که بوی ایران و بوی وطن داشته باشه و من بتونم سال نومو کنار هموطنای خودم جشن بگیرم. رفتم خونه دوستم پورتکوکیدلان و با هم بهش گفتم برنامه هست که لحظه سال نو رو جشن بگیره. گفتش آره تلویزیون پرواز. و من چون تلویزیون خیلی نمیدیدم نمیدونستم، اصلا خبر نداشتم. روشن کردیم تلویزیون و من جو چهره شماها رو برای دفعه اول اونجا دیدم. افسین زیبا با لباسای رنگی خوشگلی که پوشیده بودید، موزیکی که پخش می‌کردین، اصلا باورت نمیشه. من همچین نشسته بودم و خودمو بغل کرده بودم این شکلی و میگفتم وای خدا رو شکر، خدا رو شکر. آخه اینجا هست چون همیشه تو دلم اینطوری بودش که معرف فرهنگمونیم یا این فرهنگ قشنگمون خیلی جای معرفی بیشتر داره. و وقتی دیدم شما تمرکزتون روی این در واقع لایف استایل کانادایی ایرانی داره پیش میبره و داریم عشق و اون اصالتمون رو در واقع روش نور میندازیم و به همه نشون میدیم، خیلی لذت بردم. مرسی عزیزم، مرسی از این توجه قشنگی که کردی. حالا ادامه حرفمون رو میزنیم ولی واقعا ممنونم ازت. من از شما ممنونم که واقعا دارید به این حرکت ادامه میدید و ازتون تقاضا میکنم که ممکنه چالش هم زیاد داشته باشید توی مسیرتون ولی لطفاً این به قول من این نور رو زنده نگه دارین، پرچمو بالا. خدا رو شکر میکنم که فرصت زندگی رو به من دوباره برگردوند که بتونم با عشق و اشتیاق بیشتری زندگی بکنم و از همه کسایی که به من تا الان کمک کردن همه جوره، چه کلامی چه هر مدل مختلف دیگه که بوده کنم. انشالله امیدوارم تمام تلاشم به اینه که بعد از این هر کس هر جا منو ببینه به غیر از خبر خوب چیز دیگه برای اشتراک گذاشتن نداشته باشه. یعنی واقعا دلم میخواد که هممون حالمون خوب باشه. بالاخره تو کشوری هستیم با شرایط خیلی متفاوت جدید. خیلی میگن غریب، من میگم تا وقتی همدیگه داریم شاید اون غربت مقداری کمتر احساس میشه. و آفرین. تمام تلاشمو میکنم به عنوان یک عضو از این کامیونیتی پرشین و حتی یک عضو از این هستی مهره خوبی باشم، نقشمو خوب بازی بکنم، در این حال که مراقب خودم هستم، مراقب هم نوع خودم، مراقب سرزمین و مراقب کره زمین و مراقب هستی و هر طور که بتونم بهترین تلاشمو میکنم. هر کس هم این تلاشو میبینه و اپریشیت میکنه واقعا ازش ممنونم و امیدوارم در کنار هم دیگه واقعا شرایط زندگی رو قابل تحمل بکنیم و بسیاری از این به بعد بگیریم.
و در پایان میخواستم دعوت کنم از همگیتون اگر دوست دارید که با هنر من از نزدیک آشنا بشید حتما میتونید به صفحه اینستاگرام من سر بزنید. صفحه اینستاگرام منو میتونید با عنوان نور و شادی در واقع پیدا بکنید. خیلی خوشحال میشم اونجا با هم در تماس باشیم. من میتونم در واقع از کارهایی که باقی مونده از آتش سوزی در واقع برای شما اثر هنری تقدیمتون کنم یا حتی به سفارش شما برای شما اثر هنری مخصوص شما رو خلق کنم، چون خدا رو شکر این دستا و مغز و روح هنرمند و به من داده شده و من میخوام از این طریق بتونم از طریق هنرم عشق و در واقع محبت بهتر و بیشتری بتونم توی خونه های همه وارد کنم. مرسی. از این روحیه‌ای که از تو میبینم بیشک میدونم که به جاهای خیلی خوبی میرسی و کارهای خیلی خوبی رو انجام میدی. به جایی میرسی که به من زنگ میزنی میگی که شهر جون من بیماریمو تونستم باش مبارزه کنم و الان خوب هستم و من یه هو برات میکشم. و واقعا هم میدونم این اتفاق خواهد افتاد با روحیه، چون روحیه آدم مثبت فکر کردن و اطرافیانی که کنارت هستن همه در واقع یک روحیه خوبی به تو بدن و خودت هم از این روحیه برخوردار هستی، بیشک شما حالت بهتر میشه و بیشک به اون چیزهایی که میخوای میرسی و حتما به اون آرزویی که برگردی ایران و پدر مادر رو بار دیگه تو آغوششون بگیری و بغلشون کنی، بوسشون کنی، اونا رو میبینی. من از تو خیلی ممنون هستم در این شرایط سخت دعوت منو پذیرفتی و اومدی تو برنامه و میدونم که خیلی شرایط سختیه، چون ممکنه خیلی اصلا نتونن بیان جلوی دوربین، ولی تو این کار رو کردی. من ازت ممنونم، سپاسگزارم از اینکه دعوت رو پذیرفتی و از نکته آخری هم که گفتی، نکته صلح، عشق، محبت و دوستی دادی. در هر شرایطی که آدم ها باشن باید به هم نوع همدیگه، کاری نداشته باشید ایرانی هستید غیر ایرانی هستید، به همدیگه کمک کردن اول از همه خود انسان لذت میبره و بعد به اون طرفی که داری محبت میکنی، به قول معروف میگن از یه دست بگی از همون دست هم میگیری. و من مطمئنم دوستانی که در شهر ما زندگی میکنن به هم نوع هم کمک میکنن و با هم دیگه هستن. نورا جان خیلی ممنون که دوباره تو برنامه ما بودی. من در همین جا دوست دارم دوستانی که دوست دارن در برنامه ما شرکت کنن به ایمیل skyrisemediasociety@gmail.com حتما ایمیل بزنن و کامنت های خودشون رو بدن و حتی دوست دارن تو برنامه شرکت کنن با ما تماس بگیرن. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.